مجلس نمایندگان تغییرات علاوه به قانون درباره مبارزه با تروریسم را معقول شماریده قطع دسترسی به شبکه اینترنت و علاقه موبیلی در وقت‌های ضروری را رسما قانونی کرد. ضمن بررسی تغییرات علاوه مذکور، رئیس پارلمان شکرجان ظهورов برای اساسنامه کردن محدودسازی شهروندان و دسترسی به اطلاعات و علاقه اظهار نمود که جانبداران حاجی علیم برای آمادگی و برگزار نمودن آشوب مسلحانه روز 4 سپتامبر از اینترنت و علاقه موبیلی خیلی زیاد استفاده کردند. باید ذکر کرد که در تغییر علاوه‌های قبول گشته پیشینی شده است که در وقت ضروری محدودیت دسترسی به علاقه الکترونی اینترنت، علاقه موبیلی و غیره می‌تواند نه تنها در منطقه‌های علایده کشور بلکه در صورت ضروری در سراسر کشور جاری کرده شود. از نظر حقوق‌شناسان قانون جدید درباره مبارزه با تروریسم مخالف بندهای کنستیتوسیون تاجیکستان است و جاری کردن محدودیت و دسترسی به اینترنت و علاقه موبیلی در مورد سرکوب کردن مخالفان سیاسی و ناراضیان حکومت از جانب مقامات انتظامی استفاده شود. اما به چنین تهدیدات نگاه نکرده وکیلان مجلس نمایندگان تغییرات علاوه ها را به بررسی جدی و یکدلانه با کل آوازها قبول کردند. قبول روایت قانونی پیشنهاد شده امکان می‌دهد که این بار در جمهوری تاجیکستان تا بندران رساندن عملیات ضد تروریستی در منطقه گذراندن آن فضای اطلاعاتی قوانین کشور و یا منطقه‌های جداگانه آن قرار نگیرد. زیاده از این شکرجان ظهورov ابراز نمود که حالا حکومت و پارلمان برای تنظیم ساحه علاقه الکترونی یک قطار لایحه قانونی آماده می‌کند و آن نیز با شیاری تدبیرهای مناسب برای مبارزه با تروریسم روی کار گرفته شده آن را از عمل معمولی نامید. قابل ذکر است که قبلا ضمن برگزاری عملیات ضد تروریستی در تاجیکستان از جمله در وادی رشت در سال 2010 و ولایت بدخشان سال 2012 حکومت تاجیکستان بدون شرح سبب علاقه الکترونی این منطقه ها با سراسر جهان محدود نموده بود.